جورابک نبیف هنرمند و آوازخوان سرشناس تاجیکستان و ازبکستان امسال 80 ساله شد، ولی هنوز هم سرگرم کار است و در فکلته صنعت دانشگاه شهر خوجند به صنعتکاران موسیقی سنتی تاجیک را می آموزاند. هنرمند همین دانشگاه را سال 1963 ختم کرده است. وی در سالهای 60 زمان شوروی با سرودن شش مقام و ترانه‌های خلقی به جاده هنر قدم نهاد و در بین مردم تاجیک و ازبک شهرت پیدا کرد. تا سال 1990 در تئاتر دولتی موسیقی مضحکوی به نام کمال خوجندی فعالیت کرده یک مدت راهبری تئاتر را نیز به عهده داشت. سپس تا سال 1997 به حیث سرور انسامبل ترانه و رقص دردانه در شمال کشور کار کرده است. سال 2000 به ازبکستان کوچید، اما با مشکلات اسناد روبرو گشته سال 2007 به تاجیکستان برگشت. مؤلفی بیشتر از 200 آهنگ و سرود از شاعران کلاسیک تاجیک و ازبک است. جورابک نبیف با سبک خاص سرایندگی خود سرودهای عادی و مرکب را با مهارت بلند می سراید. با صدای او مقامهای سرخبار آرامی جان، اشاق سمرقند، ساقینامه عراق، عراق تاشکند، اشاق صادرخان، قشقرچه اشاق صادرخان و دهها سرودهای شش مقام در خزینه طلایی رادیوی تاجیکستان محفوظند. این آوازخوان سال 1971 سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان شوروی و سال 1980 صاحب عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان گردید. همزمان او دارنده جایزه قرطه طلایی در سالهای 80 قرن گذشته است. جورابک نبیف در سراییدن سرودهای خلقی کلاسیکی و مخصوصاً شش مقام مهارت بلند داشته از آوازخوان‌های صاحب مکتب در تاجیکستان شناخته می شود. در روزهای نوروزی به سراغ او رفتیم و یک صحبت نوروزی دایر کردیم. سرآغاز پرسیدیم که کی محفل ایجادی بخشیده به 80 سالگیش را دایر می کند. تشکر. اولا السلام علیکم بینندگان عزیز و ارجمند. پیش از همه شمایان را با فرارسی نوروز عالم افروز تبریک و تهنیت میگویم. بعداً به سوال شما چنین گفتنیم که اکنون با قرار حکومت ولایت همه 80 سالگی مرا جشن گرفته شود گفته قرار برآمدگی با سبب همین کسلی های آخر زمان. حالا چاره‌بین کدام روز در کجا گذرانیدن حالا علیق نشده است. خیلی میدونیم استاد شما در هر برنامه هنریتان ما میدونیم در 70 سالگی در 75 سالگی به سن سالتان نگاه نکرده به مخلصانتان یک نوگانی های پیشنهاد میکنید. در این 80 سالگیتان شما چی سرودهای نو یا چی نوگانی ها اهدا خواهید کرد؟ البته من دوست غزل از کمال خوجنده انتخاب کردم ماندگی من. آهنگشم حال خام پخته نه اگر که اگر چاره‌بینی شود و برنامه های کنسرتی میشدگی باشد البته تیار کرده میخوانم. لیکن این جشن 80 سالگی من پر سرودخوانی کردنی نیستم. اگر جدا اگر خواهند یک دوتا خوانده دادنم ممکن. 70 سالگی دیگه پر خودم خواندگی بودم. اکنون با جوانان با شاگردان و فرزندان نوبت دادن من. شما استاد پیشتر کس اختصاصی که اول آموختید وابسته به هنر و به صنعت نبود. نه. شما اختصاصتان بفرم طبیعت شناس بود. طبیعت شناس آموزگار. بله. چگونه شد که شما به صنعت آمدید؟ درد موسیقی، درد سرایندگی از بچگی به من رسیدگی. هم مکتب خون بودم. ولی میدونم که خیلی شرمگین بودگی شما. بله. همین در چند مصاحبه‌تان گفتگی هست. من جدویم شرمگین بودم. با وجود این چه شد که من روی صحنه آمدید در همون سال؟ اولی صحنه برای آمدنم
نفسم فرو رفت. یک خیریت که ما جور آواز بودیم، دو کسی میخوندیم و جوری من دلیرتر بود. یک کوپلیت من خونده نتونستم، نفسم فرو رفت تمام. اولین صحنه برآمدم. بعد آهسته آهسته آدم حالا هم پاها میلرزد در نزد مردم برآمد کنیم. اما میدونیم که در سالهای شوروی سهم یهودی تبارانی که به دوشنبه یا به تاجیکستان آمده بودند و خیلی شش مقام را خوب میدونستند. بله. و فکرم تاثیر آنها نیز به شما نیز هست. من همین خودم خلاصه کردگی در حیات فکر کرده که در سالهای 50 60 از قرن گذشته صنعت سرایندگی نوازندگی اساساً در دست یهودیان بودن. برای چی؟ برای آنکه مردم ما بسیار صنعت دوست میدونن، سرود خوب گوش میکنن، خصوصا در همان زمان ها سرود خوب میفهمیدن، با معنای متن بسیار میرفتن. لیکن از چه سبب باشد که فرزندشان را برای صنعتکار شدن نمیخواستن. شاید که علماهای دین همین موسیقی حافظی را حرام گفتن برای مسلمانان، دانسته و ندانسته. شاید سبب همین باشد. شما جای گفتید که بیشتر همین هنر برنا اسحاق و خیلی برای شما هم الهام بخشیده است، بله. هم موعظه آموزش شده است. برای یعنی همین تا کجا درست است؟ خدا رحمت کند برنا اپرا این خیلی حافظی که شش مقام را چنان به جایش مانده میخواندن. همون جوانم از اون کس غایبانه بسیار چیز را آموختم. برای همین من استاد غایبان خود میخوانم اون کس را. و غیر از این استاد اون کس نیرو از امینوف نهایت بزرگ بوده در مقام دانی، در مقام سرایی. از اون کس اون کس دیگه یک 5-10 اثرها باقی مانده است برای تاجیکستانیان، همچون میراث از اون کس مانده است. استاد ما خیلی میدونیم شما از سالهای میانه 60 قرن گذشته علاقه هنرنمایی را شروع کردید و سالیان زیاد در تئاتر مسحکوی به نام کمال خوجندی، موسیقی به نام کمال خوجندی کار میکردید و همزمان یک زمان راهبر هم بودید به این تئاتر. بله کمتر. ولی میدونیم که اگر مخلصان شما اینو اهمیت داده باشند، از سالهای 2000 تا 2000 تقریبا 7 یا 8 شما یک کمی کم نما هم شدید و بعضی آوازه های هم شد که شما از تاجیکستان به یک کشور دیگر رفتید. بله. همین بله. کمی شرح میدادید که اون سالها شما به چی کار مشغول بودید؟ از 2000 تا 7 به تاشکند رفتم من. اگه گپای هر کس فکرش چه به همه فهمانده نمیشد که من زندگی خودم دارم، دیگر اگه من فقط که بودم اولا سبب یک پسر همون سرودخانم شهرت کنسرواتوری کلانش تمام ختم کرده آمده بود کنسرواتوری تاشکند و چله از سوم کورس پرتافته آمد. این رفته آمده اینو دشوارتر شد. همین خیالم همین ختم کرد. بغیر از این دوستای من در تاشکند زیادن. یک دوستی نغز ما موسیقی شناس ریختری همون کنسرواتوری شده مانده مرا و کار دعوت کرد به تاشکند، به کنسرواتوری تاشکند. 6 سال در اونجا کار کردم. مردم اگه این وطن فروشم گفتن، ملت فروشم گفتن، خیلی من خرسند شدم. آدم با من میرسانند، دوستای من همه دوست من گفتم که
ما همینش بخصوصا که من در یاد همونها هستم بس برای من همینش بس. ما میدونیم که شما از زمان شوروی هنرمند مردمی تاجیکستان هستید. تاجیکستان بله. ولی در یک جای خوندم که شما همزمان هنرمند مردمی ازبکستان هم هستید. شاید این درست است؟ یا از ازبکستان هم یگان جایزه و یگان عنوان گرفتگی هستید شما؟ نه از حکومت ازبکستان یگان چه مکافات یا عنوان یگان چه دادگشان دیو در بسیار معرکه ها مردم خودشون خواسته همه خیلی اعلام میکردن. بعد همه دوره های تاشکند بودگیم مناسبت با تاجیکستان نهایت تیز تند بود. حتی من همیشه حس کردم که مردم نام تاجیکستان گرفتن بیام میترسید در ازبکستان. در دو سه برنامه های کنسرتی دعوت کردن رفتم مرا ارتیست خلقی ازبکستان اعلان کرد. اگر من که اینا مسئله نمیکنن اعلام میکنن همیشه. یک کنسرتی کلان شد در تئاتر حمزه. در اونجا با رژیسور همون کنسرت صحبت کردم من نامره با کی نوبت من میرسد همین فهمم گفتم. بعد التماس گفتم مرا اگر من هنرمند مردمی ازبکستان نه تاجیکستان برای همین اگر تاجیکستان نام گرفتم و اگر نخواهیدم مایلش نباد با جورویک نبی بگویید اونها شرط نه مرا عنوان دروغانچاک اعلان نکنید گفتن نه و ما شما میدونم نه البته تاجیکستان اعلان میکنه در همونجا تاجیکستان اعلان کردن. چه اتفاق افتاد که مثلا باز دوباره به تاجیکستان آمدید؟ رفت و آمد بسیار دشوار شد. همون دوره هایی که با البته دکمنت گرفتیم. حالا که ویدنجیتریس رو میگن. ما فقرای تاجیکستان و شهروند تاجیکستان دیگه در ازبکستان برای دکمنت در کرد و رفت و آمد بسیار دشوار بود. سرحدها بعد ما دو پسرم اینجا ماندگی دو پسر ما گرفته من رفتگی. اگر نبیره ها به خلال مکتب خوند. مکتب بیماران یکم اونجا معما شدگیش نه. لیکن بینم اینها کلان شد. من یکم اونجا درآمده برای دانشگاه خواندنش نکرد. ما اگر خوانیم به مثل انسان هایی که از خارج آمده میخوانن یعنی پولی کلان داده میخوانن همه خیلی خواندن خیلی پول نیست مانده راستی گفته. بعد بعضی ها نمیفهمند این همین دکمنت میدادگی اینا میگن که شما ازبکستان رفته که از همینجا دکمنت گرید میگن و قانون خودش همه چیزه. ازبکستان میگه که شما شهروند تاجیکستان شما از اینجا رفته دکمنت گرید. بسیار همین دکمنت بسیار عذاب کشیدم بسیار دویدم. آخرش لیکن همون دوره هایی که نامم در تاشکند بود من 2 هفته اینجا باشم 1 هفته اونجا بودم. بیشتر بود بیشتر در خانه خودم با لیکن اساسا توی ها تاجیکستان به می آمدن هم خوشم می آمدم. لیکن مردمی که هر خیلی گپ پند کردن مالش اینم برای ریختن گناه در کار. خب وقتی باز دوباره اختیار کردید که بیشتر در تاجیکستان زندگی کنید در اونجا رسما به کار دوباره در تاجیکستان شروع کردید یا نه؟ بله بعد برگشتن ما در کالج موسیقی 6 سال اونجا کار کردم همچون آموزگار بله. شما آزید چون همچون نفقه خور بیشتر نفقه رو از تاجیکستان میگیرید یا از ازبکستان هم اگه نفقه میگیرید؟ نه از تاجیکستان. همونجا هم از تاجیکستان در همون وقتی که در کنسرواتوار کار میکردم باید گفتن که همون نفقه کوچاند بید همون دکمنت های اینجا ازبکستان به بیارید. گفتم من نبردم آمده از همینجا میگرفتم. یک چیز خیلی جالب است برای شنوندگان مخلصان تاجیکی شما که چون ندونیم شما ازبک زبان هستید بله. عائله ازبک زبان ها بله. شدگی هستید
اما سرود تاجیکی رو خیلی با نزاکت و با همه شیرینی هایش میخونید. انمین تشکر. انمین مثلا صنعت یا انمین آموزش در شما از کجا پیدا شده است؟ این سببش محبت به همین زبان. مرا در طول همین قدر سال یگان کس مجبور نکرده است که تو سرود تاجیکی خوان گفته. یگان کس مجبور نکرده است. اول وقتی که در تئاتر کار میکردم سرودهای تاجیکی خودم کم بود. ازبکی هم نبود و خودم ایجاد کردم. اساسا لیکن سرودهای شوخ ازبکی تاجیکی میدانستم. حاضر زیادتر ایجادات ما سرودهای تاجیکی از ازبکی زیادتر. برای همین تقریبا چقدر سرود تاجیکی و چقدر سرود ازبکی دارید دوستان؟ ایجادات ما خودم با غزلهای تاجیکی زیاده از 125 تا زیاد. ازبکی 80 قریب 100 به. ازبکی کمتر خودم ایجاد کرده. یک جای میگوید که هر کسی بود گوهرسنج مرا گوهر خواند. خسکشان کشف نمودن که من نیز خسم. یعنی که این سرود یا این متن ها بر حیات شخصی شما یا بر ایجادیات شما یگان علاقمندی دارد یا فقط این یک شعر است و تمام؟ علمون شعر به همون حافظ هم دخالت دارد هم درد او را بیان میکند. روزی پدرود که تابوتی مرا بردارند تا طول کشد رشته اشکت سپسم. این به همه دخل دارد بمیرم. البته از آن جمله به من هم همه خیلی. شاید از مخلصانتان یا از هوادارانتان یگان گیله دارید که توسط همین سرود شما بیان کردید. این خیلی هم هست. این خیلی معنی دادن ممکن. چون که مخلصان هر خیلی داریم. یک مخلص هست که معنی گپی شما میفهمند. بسیارشان دیگه نمیفهمند. من همین سرود را اولین بار 70 سالگی خوانده بودم. با مردم با همین مخلصان کمتر همین شعر را معناش فهمونده دادم. اکثر ها گریه کردن. دیدید؟ بیچاره ها همه به من اهمیت نمیتیان. این چی گفته ایستاده است؟ برای بعضی ها داد گوید شد یا برای بعضی ها سرود رقص باشد شد. حتی کلان سالا بسیار من افسوس میکنم از اونها جوانان عبرت گرفتن اشتکار به جایی که عبرت شدن جای نشست شما به همین کنسرت ها با واسطه تلویزیون یا میبینم ده حاج آیا ها خاصای سفید پوشانده رقص کرده میشن. این چی گفته؟ این حیات از رقص عبارت نیست. با اندیشه شما تا چه اندازه همین رسالت شش مقام یا شش مقام خان تا به همه منطقه های تاجیکستان روانه شده است یا عملی گردیده است؟ در مرکزهای ناحیه ها، مرکزهای شهر و دیگر انسامبل های شش مقام وجود دارند. لیکن با آنها اهمیت نیست. فقط وجود دارند خلاص. با کار باری آنها یگان کس اهمیت نمیدهد که شما چیکار کردید. دهقان مثال وقتی میکارد به گندم میکارد به دیگر و حسابات دارد و حاصلش در امید حاصلش میشود. طوره این همه در انسامبل های شش مقام هم حاصل گرفتند. حاصلش چیه؟ حاصل به مردم در راه معنویت و معرفت خدمت کردن است. مردم ما تربیتگر، ما مجبور تربیت کردن. ما صنعتکاران برای قرضک یا برای پول از قفای مخلص نرفتن ما در کار. مخلص از قفای ما آمدن است کار. اما در کشور همسایه چقدر است این سطحی شش مقام یا شش مقام خان ها؟ با فرمان پرزیدنتشان با یک روز شش مقام اعلان نکردن یا که لیکن گروه ها تشکیل شد در آنجا به فرمان
همین دهانه که به فکرم همین فرمان دادن علاهیده یک مرکزی شش مقام تشکیل کرده در تاشکند و راهبران یک موسیقی شناس راهبر بعد یک نوازنده نهایت ماهر عبدالحشیم اسماعیلی همه ازبکستان به راهبر تعیین شد بسیار حاضر اهمیت نهایت بلند من خبرتان بدگیست یک آزمون چخیل فستیوال گفتن سال 2018 در شهرزاد گذراندن سال گذشته 20 هر 2 سال بعد شدنش در کار بود به سبب این پاندمی هم ماننده شد در این روز یگان نوگانی های جالب داره استاد حاضر ما گفتم چنان که یادت دارم حالی تیار نه خام برای همین عبودگیاش باشه خانم ای دوست از جهان با خود چی میبری ای دوست از جهان با خود چی میبری ای چون همه روان با خود چی میبری نه گل بری نه پول بر در دهی قبول در روزی امتحان با خود چی میبری در روزی امتحان با خود چی میبری چیزی اگر بری پنهان ز چشم خلق از چشم حق نهان با خود چی میبری در دست یافتی بر فتح آسمان آخر به خاکدان با خود چی میبری زیبا اصالتم فرخ رسالتم بر رمزی ارمان با خود چی میبری بر رمزی ارمان با خود چی میبری در لوحیات ها ماند چو سایه دست نیکی جانان با خود چی میبری
خالق منو تو را تمدیدی عمر کرد ای جان تو بجان با خود چی میبری نیکو مرا میمان فردا سلام میمان حالا نرم بیمان با خود چی میبری حالا نرم بیمان با خود چی میبری ای دوست از جهان با خود چی میبری با خود چی میبری بازم تمنا میکنیم که در سال عمری 90 سالگی و 100 سالگی شما همین گونه یک صحبت های جالب و همین گونه صدای زیبای شما رو شنیده باشیم. بینندگان عزیز، در صحبت ما بودند هنرمند مردمی جمهوری تاجیکستان استاد شش مقام جورابک نبیف.